من حریمزاده برات ساکن ناحیه حصار و از روی شنیده هایم همیشه نقل می نمایم که ساکن دهه نوروز آدینه محمورات سالهای 1992-93 با ماشین سبکروی وز 21 07 و заправкаи колхози ватан یعنی پیشتر жданов میگفتند در آمده کارمندان заправка را مجبور میکنند که باکی ماشینش را پر کنند. باکی ماشینش را پر میکنند، مبلغ نداده به سر رول میشیند. بعد کارمندان заправка میپرسند که مبلغ بنزین را نمیدهی و میگوید که من نمیسپرم. سرکشی میکند و میگوید که کسی پرسید گویی که من سعید پخ من خودم با کسی آمدگی گپ میزنم. در همان سالها سابق سردار شعبه کارهای داخله ناحیه حصار میرزای صبحان بود. این کارمند заправка به میرزای صبحان میرساند این گپ ها را. میرزای صبحان با 4 کارمند خودش رفته آدینه محمورات را یافته زیر لط و کوب میمونند. انا از همان روز سر کرده تا این جانب آدینه محمورات تخلصی سعید پاخ را میگیرد. حاضر تمام آدمان او که او را میشناسند سعید پاخ گفته مراجعت میکنند.